رزمندگان زمان، فرزندان رشید میهن، برندگان پیکار و میادین دشمنان، ما هم افغان ها به زور بازو و به نصرت الهی اشغالگران و همپیمانانش را از خاک مقدس خود بیرون ساختیم و سرانجام از یک نظام اسلامی بهره‌مند شده ایم. اکنون ما می توانیم مستقلانه در مسائل کشور عزیز خود تصمیم بگیریم. همداسې به د اوسنیو فتنهګرو ظالمانو مفسدینو په خلاف جهاد او قتال ته دوام ورکوو او ټول هغه فتنهګر باغیان مفسدین په شدت سره وځپو چې د حاکم اسلامی نظام په وړاندې سر راپورته کړي. ملت عزیز، بیایید که با کمال قوت از نیروهای امنیتی خود دفاع نماییم، زیرا که تأمین امنیت و سپردن مجرمین به قانون تنها کار همین سربازان دلیر و شجاع است. انجام وظیفه در ارتش یک نظام اسلامی فقط انتخاب نه، بلکه یک عبادت است. در نظام اسلامی دولت و ملت از هم جدا نیستند، با همان دوست و برادرند. ملت مسلمان افغانستان، بیایید با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عزیز خود همکار و همگام باشیم. مردم مجاهد پرور افغانستان، شما مطمئن باشید که با بودن این نیروها در کنارتان جان و مال شما محفوظ خواهد ماند. بله، ملت قهرمان، بیایید شانه به شانه دنبال کسانی برویم که نقشه های مخروبانه به سر دارند.